در نمایشگاه بین الملل هستیم. در الان به سراغ یکی از بهترین غرفه ها میریم. الان نام غرفه هم نوشته سفره 7 سین اصیل ایرانی. ما بریم از این چی بپرسیم. سلام علیکم. رئیس غرفه شما این؟ بله، غرفه هستیم. بله میبینید یه 7 سین بسیار مدرنه. ما تو از تاکتیک‌های اصیل ایرانی استفاده کردیم. بله بفهم. سب سیدی. میگن که در زندگی ما ایرانی ها سیدی نقش مهمی داره. میزنیم میرقصیم، میزنیم گوش میدیم، میزنیم میبینیم و میزنیم میبینیم فضا. و برای همین چه چیز مدرنی چه استفاده ایشون فکر مجسمه است. نه این روی آدم سخران کردیم. بله روزانه پول میگیرن. سیدی هم که فکر کنم برای همین، چون که در نسل آینده ما مدرن تر شدیم. بله خب ادامه بدهید. سیم برای ارتباط و برقراری ارتباط بین آدم ها از سیم استفاده میشه. این فکر کنم به این منظور است که برقراری ارتباط و صفا و صمیمیت در سال آینده بیشتر شه بین مردم. درسته؟ بله حتما. بله خب ما استفاده کردیم از ساعت. بله من همین یه چیزی به ذهنم افتاد که در سال 88 زمان بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. سال 8 و 2 آقا ایشونو بگو خفشن لطفا. تیم منو بکش. زمان بسیار مهمه در سال آینده و همه باید ساعت داشته باشن. این بدین منظوره که زمان از دست ما در نره. درسته. خب ادامه بدهید بفرمایید. بله ما از سر نوشابه استفاده کردیم. ماشاءالله سر نوشابه بسیار چیزیست که در آینده فکر کنم وقتی در نوشابه در روی نوشابه باشه، نوشابه گازدار باشه، گاز در نمیره و این بدین معنیه که سر نوشابه در زندگی ما باشه و فرصت ها از دست نرود. درسته؟ خب بقیه رو بگین خواهش میکنم. سوسیس و سیب زمینی استفاده کردیم. بله در سال آینده ما بسیار خواهیم داشت گرسنگی و فقر. این به این معنیه که ما فقر رو انشاءالله به امید خدا به یزدان پاک با کمک رئیس اللهم صل علی محمد بدین منظور است که هیچ آدمی گرسنه نماند. بله بفهم. درسته دیگه؟ بله ما صنعت استفاده کردیم واسه این دزدخته. فهمیدم. سمکم بدین منظوره که بشنویم همه چیزو، هرچی دور و برمونه بشنویم و حسش کنیم که وجود داره و حس کنیم که وجود داره و برای همین اینو استفاده کردن که ما هیچ فرصتی رو نشنیده پشت گوش نذاریم. بله خب بفرمایید. ما از یک انسان کاملا عادی خب بیکار باشه، بیار باشن. نماد ایران هم نماد جوان ایرانی هم. درسته؟ خب بفرمایید. این چی؟ خب این انسان الف داره. انسان؟ نه سهیل اسمش. سهیل. زیلی میخوره اینجا. نه از 8 سین شد. بله ماشاءالله. آقا بگو نکنم، من همون میدونم که بلند میشم. آتیش. فکر کنم این بدین معنیه که آدم‌های بیشور کثافت مثل ایشون از بین برن در آینده. مثل اینکه فکر کنم نوروزگیشو میخوای اینو دار بزنیم. بله خیلی کثافت. خیلی ممنون. ما کارهای زیادی داریم که باید به غرفه‌های دیگه برسیم.